سلام دوستان، با کانال نکتا خوش آمدید. در بعضی از فیلم های گالیوودی که تماشا میکنیم شخصیت اصلی این فیلم در یک آنجا محکم میشود و کوشش میکند که از آنجا برآید. با دیدن این صحنه هیجان و تپش دل آدم زیاد میشود. اما باید بدانیم که این محکم شدن در جایهای تنگ فقط در فیلم ها روی نمیدهد، بلکه در دنیای واقعی ما هم این حادثه ها روی دادند. امروز یک جایه به سراغ آدم‌هایی می‌رویم که در جایهای تنگ محکم شدند. عاقبت آنها چی شد؟ یک جایه تماشا می‌کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن رو فراموش نکنید. حاجتخانه نجات دهنده. بیشتر آدمان بعد از خواب بیدار شدن به حاجتخانه می‌روند. هرچند که این عمل برای همه خوشایند نیست، اما بعضاً همین عمل سبب نجات جان انسان می‌شود. ماه می سال 2013 همین حاجتخانه در آمدن سبب نجات جانی هریسون آکن شد. هریسون آشپز این کشتی بود که در ساحل نیگریه حرکت میکرد. ساعت 5 صبح از خواب بیدار شده به حاجتخانه رفت. اما همین وقت یک موج بسیار قدرتمند به کشتی زده کشتی را چپگردان میکند. کشتی کلان در حال غرق شدن بود و تمام کارگران و مسافران آن کوشش داشتند که خودشان را نجات دهند. بر اساس قانون‌های کشتی در این حالت‌ها باید تمام مسافران و کارگران خودشان را در حجره‌های کشتی محکم می‌کردند تا دزدهای دریایی به درون درآمدن نتوانند. همین موضوع هم سبب می شود که تمام آدمان درون کشتی جانشان را از دست دهند. هنوز یک قسمی کشتی به درون آب فرو نرفته بود و هریسون که از حجره‌اش برآمده در درون حاجتخانه محکم شده بود، هوا برای نفس کشیدن داشت و زنده بود. او مدت یک روز در درون حاجتخانه بود و به زور نفس میکشید. وقتی که اکسیژن آنجا تمام شد تصمیم گرفت که از حاجتخانه برآید. کشتی کلان با سرعت بلند به درون آب فرو میرفت و الکی 30 متر در درون آب فرو رفته بود. همزمان گروه نجات که از دریاگردانی با تجربه عبارت بودند به درون آب در آمده بودند تا بازماندگان این کشتی را نجات دهند. در این زمان هریسون حجره مییابد که هنوز در آن پر آب ندرآمده است و همانجا میماند و نفس میکشد. وقتی دریاگردان به درون کشتی در آمدند عموما انتظار نبودند که کسی را زنده یابند، اما وقتی هریسون را یافتند در حقیقت حیرت زده شدند. به گفته کارشناسان اکسیژن درون آن حجره برای 2.5 روز کفایت بود، اما هریسون مدتی 3 روز در آنجا طاقت کرده بود. وقتی هریسون جانش نجات یافت و به زندگی عادی برگشت استرس پیدا کرده بود و تصمیم گرفت که هیچگاه به دریا و به درون کشتی ندرآید. What's your name? Harrison. Okay, Harrison. معلم گئوگرافیا. ماه اپریل سال 2017 معلم گئوگرافیا اکسیسکو گراتسیا تصمیم میگیرد که در آبهای مایورکا دریاگردی کند. او به همراه دوستش گویلا ماسکارا میخواست که در حدود سپیکاتا بگردد. خلاصه که آنها به محل مورد نظرشان میرسند و مدت 1 ساعت دریاگردی کرده به چقوری 1 کیلومتری دریا میدرآیند. وقتی اکسیسکو نمونه‌های گوناگون سنگ‌ها را جمع‌آوری می‌کرد، دوستش تصمیم می‌گیرد که خودش به تنهایی پیش رود. وقتی کاری آنها به آخر می‌رسد و تصمیم می‌گیرند که از دریا برآیند، می‌فهمند که ریسمانی که به واسطه آن راهی برآمد را نشانه‌گذاری کرده بودند، کنده شده است و آنها راهی برآمد را گم کردند. از همه بدترش اینکه مقدار اکسیژن آنها خیلی کم مانده بود و آنها نباید وقت را بیهوده می‌گذراندند. در این وقت اکسیسکو به یادش میرسد که در یکی از چقوری‌های این غار یک مکانی به آب وجود دارد که در آنجا میتوانند نفس کشند. وقتی به آن چقوری رسیدند زود نقشه این غار را برآورده راهی برآمدی آن را ازیاد کردند. متاسفانه از سببی که مقدار اکسیژن آنها خیلی کم مانده بود هر دوی آنها یک جایه از آن غار برآمدن نمیتوانستند. به خاطر همین دوستش تصمیم میگیرد که خودش تنها از آنجا برآمده برای اکسیسکو یاری بیارد. از رفتن دوستش 7-8 ساعت میگذرد و از او خبری نیست. اکسیسکو خیلی تشویش می شود و این چنین اکسیژن آن منطقه نیز به آخر رسیده ایستاده است. از سبب نارسایی اکسیژن اکسیسکو به سردردی خیلی سخت گرفتار شده بود، اما در نهایت گروه نجات او را پیدا میکنند و از آنجا میبرند. وقتی اکسیسکو را از آنجا میبرند و به او میگویند که تو مدت 60 ساعت در آنجا بودی، او عموما به این گپ باور نمیکند. در حقیقت آدم با شنیدن این داستان‌ها به قدرت خداوند باور می‌کند.
سفری پرخطر. ماه یونی سال 2003 بلک استنفیلد 38 ساله به خاطر زادروزی 65 سالگی پدرش تصمیم میگیرد که همراه پدرش به سفر رود. آنها تصمیم میگیرند در رودخانه کایاکوک در آلیاسکا لودکا سواری کنند. آنها روز جمعه 6 ایون به آلیاسکا رفته لودکاشان را در قسم شمالی رودخانه به آب پرتافتند. آنها باید مدت 1 هفته سفر میکردند و مسافه 145 کیلومتر را میگشتند. وقتی آنها به مقصدشان رسیدند دیدند که وضعیت چنان خوب نیست و همه جا پر از یخ است، اما به هر حال به راهشان ادامه دادند. در یکی از گردش‌های رودخانه آنها روبروی خود یخی کلانی را دیدند و لودکای آنها با سرعت بلند به طرف همین یخ حرکت میکرد. هرچند کوشش کردند که در جهت مخالف یخ حرکت کنند، اما سرعت آب خیلی بلند بود و آنها این کار را کردن نتوانستند و لودکای آنها به یخ زده هر دوی آنها به درون آب چپه شدند. آنها در زیر قبط قوس یخ در ماندند و مدت چند ثانیه می توانستند که نفس کشند. بعد چند دقیقه مبارزه سخت و نفسگیر آنها بالاخره توانستند که از آب برآیند. اما داستان هنوز تمام نشده است. آنها خسته، زخمی و از همه بدتر با لباسی تر در این منطقه مانده بودند و گرد و گردشان جنگل بود و پر از خرس‌های گرسنه. آنها تجهیزاتی زیادی نداشتند و به زور توانستند برای خودشان آتش روشن کنند. آنها مدت 6 روز در این وضعیت بد باقی ماندند و قریب که از دنیا می‌گذشتند. اما خوشبختانه یکی از ورتالیات‌هایی که از آن منطقه می‌گذشته است، لودکای آنها را در درون آب می‌بیند و به گروه‌های نجات خبر می‌دهد. گروه نجات در مدت خیلی کم یک ورتالیات را به یاری آنها می‌فرستد و هر دوی آنها را نجات می‌دهند. اگر فکر کنید که این سفر خیلی خطرناک برای این پدر و پسر درس عبرت شده باشد، خطا می‌کنید. پس از مدت آنها 2 نفره دوباره به رودخانه کایاکوک رفتند، اما این دفعه سفری آنها به خیر انجامید. محکم شدن در سیف کلانی بانک. ماه سپتامبر سال 2013 یک زن فرانسوی 91 ساله برای انجام دادن بعضی از کارهای بانکی خود به نزدیکترین شعبه بانکی BNP پاریباس می رود. او از مسئولان بانک خواهش می کند که صندوق امانتیش را ببیند. نوبتدار آن روز هم او را به سیف کلانی بانک می درآورد. بر اساس قانون‌های بانک نوبتدار باید او را به درون سیف درآورده در را از بیرون محکم می‌کرد و بعد تمام شدن کارش دوباره او را از سیف می‌برآورد. اما معلوم نیست که آن روز فکر آن نوبتدار به چه کار بند بوده است که زن را به درون سیف می‌درآورد و برآوردن او را از خاطرش می‌برآورد. در این حالت این زن 91 ساله در درون سیف محکم می‌شود و به تلفن در آنجا در می‌ماند. با تمام شدن وقت کاری همه به خانه‌هایشان می‌روند و بانک محکم می‌شود. از وقتی بعدش فردای آن روز روزی کاری نبود و کمپیر بیچاره مجبور بود که مدت زیادی را تنها و به آب و خوراک گذراند. از طرف دیگر معلوم بود که اکسیژن درون این سیف خیلی کم است و کمپیر میتوانست که از نفس تنگی از دنیا گذرد. پسر این زن 91 ساله از گم شدن مادرش به تشویش آمده به پلیس خبر می‌دهد. بعد تحقیقات پلیس معلوم می‌شود که این زن بعد به بانک درآمدن دیگر از آنجا نبرآمده است. مسئولان پلیس مدیر شعبه بانک را پیدا کرده با او در تماس می‌شوند و او را از این وضعیت خبردار می‌کنند. اما مدیر شعبه این وضعیت را به نظر نمی‌گیرد و روز نوبتی ساعت 10 صبح از خواب خسته به بانک می‌رود و در سیف را می‌گشاید. خوشبختانه این کمپیر زنده بود و ضرری به او نرسیده بود، فقط از سبب بی‌آبی به حال و بی‌مدار گشته بود. این داستان کمی ترسناک است. با فکر شما جزای آن نوبتداری که فراموش کرد کمپیر را از سیف برآورد چی است؟ یاری به نتیجه. سال 2009 جان ادوارد جانسی 26 ساله دانشجوی دانشگاه طبی تصمیم میگیرد که همراه دوستانش به دیدن غار یوتا در امریکا رود. بعضی از راه‌های این غار خیلی تنگ و تاریک هستند و ممکن است که آدم در درون آن محکم شود. متاسفانه جان در یکی از این راه‌های باریک در می‌ماند و دیگر از آنجا برآمدن نمی‌تواند. وحشتناکش این است که او در این چخوری سرکله‌پا محکم شده بود و از سببی که سرش به طرف پایان آویزان بود عموماً از آنجا برآمدن نمی‌توانست. از سبب تنگ بودن چخوری این راه همه شش او پر از هوا نمی‌شد و او پررا نفس کشیدن نمی‌توانست. برادر او زود گروه نجات را خبردار کرد و کوشش کردند که او را از آنجا برآورند. گروه نجات یک بار کوشش کرد که او را از چخوری برآورد، اما او دوباره به درون آویزان شده محکم شد.
از این حادثه وحشتناک 24 ساعت گذشته بود و جان خیلی ترسیده بود و بدنش دیگر قوت نداشت. متاسفانه وقتی گروه نجات کوشش داشتند که از یک راه دیگر او را نجات دهند، از سبب باز ایستادن کار دیلش او از دنیا گذشت. بعد این حادثه آنها تصمیم گرفتند که جسدش را از آنجا نبرارند و بالای آن راه را با سنگ محکم کرده آنجا را آرامگاهی او کردند. هرچند که این داستان انجامی خوبی نداشت، اما به ما نشان می‌دهد که در آمدن به فضاهای تنگ و تاریک خیلی خطرناک است. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. با فکر شما کدام یک از این داستان‌ها ترسناکتر بود؟ فکر و نظرات خود را در کامنتاری برای ما نویسید. برای به خبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید.